دیگه اینجا به 100% دیگه جن دیگه. بریم منو ببینی؟ بخاری جای اوه یا حسین بابا نه ناموسنی اوف چقدر سر آجی. آقا نظرتون چیه تو این سرمایه آهنگ بخونیم؟ تو هم خوانندگیت گرفته؟ ببن آقا مسعود اگه حال می‌کنی آهنگ بخونیم. ببن دلدار من شب تار من یار من بلد نیستی برداشت دیدم این منو سوزون آهنگ کنسل شد. خیلی داغه اینه. این مقاومه بشنم اینجا؟ نه مقاوم نیست. نه چه خبر؟ آقا میگم من دیشب خوابیدم این منو داره میسوزونه. من دیشب خوابیدم به بچه‌ها دارم میگم آقا از بالا پشت اون داره صدا میاد. دقیقاً. بعد میگه گربه است. چیز خاص نیست گربه دیگه. همین. من سوختم اصلا دیگه دوام نمیارم اینجا. بیاس جای من شوار کنم. ببخش. میگه گربه است آقا مهدی. چه تاکتیک قشنگ. صندلی بشین. نه من نوکرده. میگه آقا گربه است. ببخش معذرت من دستمو بندازم رو شونتون. ببخش اینجا وایسیم. ببخش. میگه گربه است. آقا من این گربه صدای پای آدمیزاد داره. گربه این همه پا داره. ضعیفه اون صدای پا. من اصلا نمیترسم اصلا منظور میخوام بدیم من نه با چیز خاص نیشه یه پرنده کلا اومده میشینه رو تخت دیگه حرکت میکنه دیگه. اینا رو پلا صدا تیله میومد. میگم جون چشات میگم مگه چیزی میترسیم مگه؟ من اصلا من عشق میکنم اصلا چیزی هم باشه. چیز خاصی نیست که دیگه عادی. حالا معذرت میخوام حالا میگید از چیزی میترسیم این داستانی هست. داستان که نه ولی خوبه قشنگه جنگل دیگه. خلاصه خب ویلا قدیمیه دیگه. در نظر داشته باشید جنی چیزی شاید یا واقعا بوده چیزی هست حالا بگو. بودنه که خب از قدیم همه جا بود دیگه. اینجا هم خواست 100% دیگه جن دیگه. من دیشب یه چی میترسم بگم واقعا میترسم. من رفتم دستشویی ساعت 2-3 شب اینا بود. تو گوشه بودی تو اینستا بودی. من رفتم دوتایی بیدار بودیم رفتم پایین. آقا یکی در دستشویی رو زد. گفتم الان میام. دستامو شستم داشتم میومدم بیرون در رو زد وا کردم هیچی نبود. دیشب؟ همین دیشب. چرا نگفتی؟ آره ما 3-3 بوده. به من گفت توهم نزن بخواب بچه. تو خودت شنیدی؟ میگم در زد. عجب. صدا رو نگاه کن میشنوی؟ صدای رودخونه. خب شماب میاد اینجا همون میکنه. یعنی مثلا همچین خاطره‌ای دارین از رابطه با مثلا این روستایی؟ آره دیگه الان که جاده بود دیگه. قبلا دیگه جاده نبود اینجا مسیر مالرو بود دیگه. با اسب میرفتم میومدم دیگه. من با بزرگم اسب داشت میرفت شبا که برمیگشت همش این اسب خیس عرقه. خب اسب ول میکرد میرفت تو جنگل دور بزنه چرا کنه واسه خودش. میاد همش خیس عرقه. میرفت میومد دیگه. خلاص یه بار 2 بار 3 بار 4 بار یه بار گرفت روز دینش گرفته غیر مالون فرستاد واسه جنگل. غروب دیدی که هم روش سوار داره میاد دیگه. روش یکی سواری؟ چسبیده بود. یه چیز رفته بود نشسته بود. آره کلا پاش برعکس بود موهاش هم بلند. یه آدمیزاد. آره شنیدم موهاشون جن بود دیگه. جن بود؟ با سنجاق زدش آورد این کلبه بالاتره. بابا تعریف یه چیز دیگه کنید چی؟ تعریف قحطش اومده. آقا مهدی اینجا برقش اتصالی داره؟ برقش نه اتصالی نداره؟ مشکل نداره. این داره پای منو میسوزونه. چی؟ برقای دیشبو تعریف کن. برقی میرفت میومد؟ برقای خونه میرفت میومد. چه چیزی استفاده کردیم مثلا برق نور رفت بالا پایین؟ یه گوشی زنگ تو شارژ بود. شب آخر وقت که بچه‌ها خواب بودن بالکن خاموش روشن میشه. بعد رفتیم فیوز رو نگاه کردیم. احتمالاً مهمونی داشت. حالا این کی داری میگی برقا چند تا از مسافرای دیگه هم که اومده بودن اینجا همین چیزی من گفته بودم ولی چیزی خاصی نیست. حالا من چیزی بابت برق من نگفتم.
یعنی مسافرهای دیگه هم یه چیز جالب حرفاشو میفهمین شما؟ میگه مسافرهای قبلی یه چیزایی گفتن ولی برقو نگفتن. چیا مثلا گفتن؟ حالا دید بمانم بگو خب بگو آقا باید اون جنر رو گرفته بود اون بالاست اینجا بالاتر یه خود بالاتر نه بالاتر این گاوداریه اینجا خب بالاتره اونجا واقعا و جنر برد داخل خب سوزن بسته بود دیگه تمام اهالی به اهالی دیگه جنر کار نداشت خب مال کلا مال همین ویلا شده بود اون که ویلا که نبود خونه قدیمی دیگه فعلا دیگه حالا سوزن باش هست بابا یا آهنگ چیزی بذارین خودشون چی تعریف چی حالا میکنن شد شما کاری کرده حرکتی کرده باشین وگرنه تا الان که واسه ماهاشی مشکل پیش نمیاد. حالا میگم بعد مهمانایی که چند بار اومدن گفتم آقا مثلا اتفاقی واسه پیش اومد میگم اگه چی آب داغی ریختیم مگه بیرون آب جوشی چای چیزی پرداخت کردیم روش سوزونده باشین شاید بیاد خواست بیاد عدد الان اگه میخواد اذیت کنه آقا مهدی جای ما رو عوض کنه اگه اوکیه بمونیم اینجا بهش اوکی چیز دیشب مگه اذیت شدین 4 حالا سرزده ها پیش اومد دیگه سوال من اگه تو این جمع نبودم واقعا وجودش رو نداشتم این حرفو بزنم این جنگله که میگی داستانش واقعیه میخوای وارد دوست داری بریم آقا. ببینیم جنگلو میشه یعنی میشه رفتی آره دیگه بریم علمه ای؟ نه بابا من خوراک مثلا این داد امینی با همونه آقا مسعود آقا بریم به میشه بریم الان ببینیم جای بخاری جای گرم زیر بیکاری ولی تو هم همیشه سال مخالف ببینیم. میشه حال اجازه نمیده الان زیر آقا بریم آقا مهدی اوکی میترسه نه هیچکی نمیترسه همه با هم چی ترسی داره آقا دیگه کسی نمیخواد که ترس دیگه داره که بابا میگه جامون گرمه بریم آقا بریم آقا من ببخش پاشو بیا دیگه امین پاشو بیا دیگه یا پاشو بیا یا پاشو بیا دیگه بیا آقا شما بیا دیگه همه رفتن نمیاد نداشت نمیاد علی بیا علی تو هم پاشو بیا بیا بدو علی بیا تنها اینجا نمونید بیا بدو حاجی من میگم دوربینا رو هم بیاریم خب من میگم دوربینا رو بیاریم فیلم بگیریم من با آقا بیا تو بیا فیلم بگیر بیا تو بگیر بیا نه بچه ها گفتم فیلم بگیرن آقا مهدی گفتم بچه ها فیلم بگیرن یادگاری داشته باشیم این صحنه رو بریم اونجایی که میگین حالا بچه ها دارن فیلم میگیرن بابا یادگاری انه توی تاریکی توی سرما داره فیلم میگیره فوش میدی یادگاریه اجازه است فیلم بگیرن مشکلی نداره بابا بابا تلویزیون یه چیزی بازی واقعا با چیه بیا تو بیا من بغلتم یه آب روی ما رو میبریم یه نفرم مامزو باشن نمیشه بابا نصف شب آن نگاه سرنوشت ما رو آقا مهدی 10 شب اینجاییم تا حالا سگ پارس نکرده میگن وقتی سگ یه چیزی رو میبینه پارس کنه درسته؟ آقا زر نزن آره چی رو سگ وقتی یه چیزی رو میبینه پارس کنه الان من تو رو دیده در پارسمان ببین واقعا میترسی نمیاد نه ترس ترس چیه برو تو بمون خونه ما بیاین هیچ کی اون تو نیست خب ولی بیا بس بیا بس بیا بین نگه دو دست صدا رو بیا داداش بیا میگم بیا با من بیا دیگه بچه واقعا بسم الله نگیریم دیگه نگیم چی نگیم بسم الله رو بسم الله نباید بگیم میگم بگیم بهتره بگین نگیم آقا بفهم ببینه نمیخواد چون این سنجاق خورده آقا کسی گفت بسم الله نگه لطفا
ببر بسم الله اونایی که سنجاق نخورده ببر برو خدای برو ببر من آخر نفر بیا بابا بیا من میترسم تو من میترسی آقا سگ داره پارس میکنه سنگ داره میاد با بالا پایین وایسا یه دقیقه وایسا چی؟ اوه یا حسین گوش شده؟ چی دیدی تو؟ آمدی طلاق بود این واسه همون داستانه است؟ بابا نه ناموسانی چیه دیگه بابا تو رو خدا بیاد بریم چه علی حواست باشه بیا کنار ما بیا یا وسط وایسا همین تو نمیترسی فقط کنار هم صدای چیه؟ یا حسین چی؟ بریم جلوتر ببینیم داشتامت بریم من نمیام صدای چی میاد؟ اینا قرآن صدا میاد به بابا خدا صدای میاد. سگ اینا نه این صدای سگ بریم آقا بریم ها بریم کنار هم دیگه باشه این چیه؟ این چیه الان؟ علی وایسا آقا بیا علی بابا پاشو علی شوخی بود علی با تو هم داداش علی شوخی بود پاشو علی بابا پاشو علی چه تو علی منم علی بلند شو آقا یکی بیاد کمک کنه دست من گوشیه چرا این کارو بابت چه تو بابا اوکی بابا چیز امیره بابا امیر خوب از امیر رو بردار امیر بابا اوکی خوبی با تو حرف بزن دیگه بابا حال خرابی نداره دیگه بابا شوخی بود بیا اوکی الان یه ذره آب آره؟ بزن صورتش اوکی میگم اونطوری نگاه نکن اوکی بدنش چرا اینطوری میکنه چیزی نیست علی بابا امیر اوکی میگم از اون شوخی بکن ببخش آقا سلامتی خودش و خانواده‌اش یه سلامات بفرست داداش ببخشید تو رو بابا که صدا نمیاد عرب نباشه علی ببخش خدا با بچه‌ها قرار گذاشتیم بترسیم حالا خوبی؟ خب من تو شوخی دارم مگه آقا ولش کن بیا حالا تو هم حالا حرف نزن حالا من میخوره چرا؟ بریم خونه تو یه ذره توش آب سرد باید بگیر علی بابا اون بچه هست علی اون بچه مگه من با این شوخی دارم بچه هست نداره بیا بابا آخر سرش برو تو همین برو حالا من یه بابا علی اول بارم من اینو دارم میبینم آخه چه شوخی با این دارم تقصیر اون نیستش ما ما هماهنگ کردیم اون کاری نکردیم ما هماهنگ کردیم کار کن مثلا مسئول هماهنگی کجایی؟ چی گفت تو هماهنگ کنی؟ چی کار هست؟ همینجوری قیافت مثل شیطان می‌رجی. آقا نکن مسئول.
نه هی تو خوبی امینیه بابا هر کی باشه بابا این چی شوخیه بابا جو بشینم تنم دارم میلرزم بریم تو سر باز نشته بابا سنجاق هم بیستر سنجاق داری هم هستی آقای محترم برو بر بابا زشته دیگه شوخی کردیم اینجا سر کلاس نیستش این جنگل بابا حالا برو قرآن رو بردار خدا قش کرد برو هم آهنگ کردم برو سالا برو بالا تا میزنم تو اونجا که نواد بزنم برو رویه ورزشگاهی داشته باشه قهرمان کشتی بود مثلا بس کن دیگه بس کن علی بس کن دیگه احترام سن نشته سالا هیچی نگو احترام بیا سالا هیچی نگو برو برو 50 سالته من به تو یه چیزی بگم یه چیزی پیشه سالا قش کردی بس کن دیگه سالا بسه تو هیچ چی نهیدی قش کردی رو من بابا وایسی ول کن دیگه علی ولش کن علی بیا ولش کن بابا علی بابا ولش کن همه شده همه جنسی کنه بالاتر بابا من صحبت کن بابا ببر درست صحبت کن دیگه بس کن بیادب نشو دیگه تو رو قرآن برو و اصلا حالم خوب نیست برو یه بار بپری تو آب اوکی میشه آره همده جن واقعی نیدی دیگه خدا رو شکر اوکی الان ها خوبه خوبه مرسی مرسی چی بگم بلند شو آقا بشین خجالت اونجا بگیر، دیگه میخوام این غذا بخوریم کشتن بلند رو. شو، بیا. بلند شو. بریم شام بخوریم بیا. بلند شو بلند شو بریم شام بخوریم در بیارن داخل این آبه نه بابا. یه ذره سر حال بیاد نه 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 آقا همین آهنگو بده همین داداش آقا یه لحظه نه آهنگ نذار یه لحظه آقا ما میخوایم جلوی این دوربین بچرخ شما علی آقا نه اون تو نرو شما بیا بیرون بیا داخل آقا ما میخوایم جلوی این دوربین از شما رضایت پخش این ویدیو رو بگیریم و روی امیرم ببوسی که این بچه تقصیر نداشت کلا من چیدم بیا چه کم جلوتر نکن تو رو قرآن حامد نکن آی چه شوخیه این یه چه رو بوسی باش بازیه؟ بکن لطفا خواهش میکنم به خاطر من من باش روسی نمیکنم نه با شما کاری نداری نه شما درد بخواه. آقا من اجازه پخش این ویدیو رو میخواستم از شما اوکیه بابا چی بیام به خاطر من دیگه آبروریت داره چه آقا من از مثلا فلان چیز میترسم تو از سفید خوشت میاد من از دیگه بنفش به شوخی خوشم میاد. نمیگیرن که ملت اینو میخوان ببینن آقا اجازه شو بده دیگه به افتخار علی دست بزنید آقا به تشریف بیارید انگار نه انگار 50 سالشه ما از ببخشید ما از آقا مهدی خواستیم که واسمون چند تا داستان و خاطره تعریف کنه که شما رو بترسید من بیادبی کردم ببخش من بیادب نیستم ولی یهویی واقعا تعادلم اجازه پخش ویدیو رو میدین یا نه آقا بزن نه اونطوری نه آقا بزن عشق میکنم دست شما در مرسی دمتون گرم به افتخار بازم علی یه دست بزنید دمتون گرم مرسی که تا این لحظه این ویدیو رو نگاه کردید اگه مرسی بی احترامی کسی شد تو رو خدا ما رو نه من نمیبخشمه نبخش نه بیا برو بیا دعوا می‌کنیم. کجاش سنگینه؟ پاپا زد؟ اون چی میگه؟ بیا این الان صدا چی بود؟